تلویزیون کانسانیری بپول فش گرمی هم میتید و البته هر روز آمده میگیرن. چی دیگه بچه ندارم؟ زنی من خراب تیار نمیکنه خونه من نیا. آب میشه. آب اینجا برید ای آب خانم. من برای شما چای دم میکنم. چای خود سیتش گیرم کنید. شما نمیدونید که چای فر پول کار میکنه. پیشکه کشلو نیسته. چخنه رجب علی ایبرانی او چجوری من؟ آجان اینا خونه که گرمک کنیسیانیرت موندگی تلویزیونک اینا پیچکک انا ولی با امروز برم با پیچکو کلانتر میارم گوش کنیم چجوری من انا چیزی که لازم میشه با من زنگ زد من میده با اجازه چی ما خیلی خوشم چی گفتیم چای من میده روانی یابون تو ایشالله که کلین در خدمت چیزی کشید من گپ زمین مالیو چم مال بچه‌م خدا نگهبان روی سفید خوب خدا نگهبان باشه بچه‌م بچه مهربونه خدا جونه فرزند همش فرزند اینه که با بین فرزندو یک فرزند فرقی داشته این بچه دلسوزه این بچه رحم دل فقط هوشیارش دامی و چایه الهی برکت زندگی بینی بچه‌م خاله چی بابا توی خیلی پیچکه سیتش گیرون کردگی اوخه یک تیش بدگید دو تیش بدگید نه خود سیتش گیرون کنید شما نمیدونید که چاچی فر پول کار میکند پیچکه کشلو نیسته چخنه پیچکه آبی بیارم چسب کنم اتونم ها بوی کانسانی را بینن رجب علی در گیرون کلی او رجب علی منو بسیار کارا میکنن رجب علی پلیس ویتا کی میتید؟ راست میگه کلی پلیس ویت میزنم پلیس ویتا کی میتید؟ خاله ایسی چیکار میکنه؟ آب میشه دوستان عزیز میخوام همتون صاحب پول صاحب بیزنس صاحب درآمد شخصی باشین بعدی خط خواهران مادران و پجانکو میرسونم که شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوبی کاری را فراهم آورده که شما میتونید در خونه‌تون نشسته نفر تلویزیون تماشا کنید کار و فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش برده ماه به ماه از 3000 تا 15000 تومانی کار کنید برای با کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست زبان خارجی را دانستن لازم نیست فقط این همین رقمای بالای اکران دایرکتور شرکت فابریک اپای منظور جان در واتساپ شاینوی ما سلام علیک مینویسین بعد گفتن اون که دانشجو دخترکو شما را میتونین کار کنید اپایی که در کارخانه دولتی کار میکنن او را میتونن در پالینتل یعنی که 30000 تا 15000 تومانی کار کنن خلاصه گپ که واتساپ اپا جان در ما سلام علیک مینویسین همه این نوزکی کار نقطه به نقطه شما را میفهمونه یا تو میتوان گفتن اون که هر یک نفری که حاضر همین پشکده زنگ زنگ رجیستر میکنه و در مدت ایده موسم دایرکتور شرکت فابریک میشوه ایجانی به شرکت فابریک 100% 20000 تومان توفه میگیره بعد ایجانی به انمی اپاجانی ما یک چلای طلایی دیگه حرکت کنین بنویسین کار کنین زندگیتون پیش برین ما خرسند ما گفتیم همون گپا که خوشبخت خاله ایسی چیکار میکنه؟ آب میشه آب اینجا برید ای آب خانم من برای شما چای دم میکنم چای گرم خورید از اینا خورید با کسر میشید با درد سری که میشید با درد سری بچه‌تون کن بچه مهربونتون میدونید که می یک اوف بگید همین ناخنتون در کنه دا ویده پولی داشتگیش و نداشتگیش شما در از خور میکنن همین دو روز مهمانی آمدگید با آب بروتون خبری داخل تو خلا میخواب شده نمیتونیدم با چی تلویزور مونده؟ آخه میدونید که من پولو میزند کشه تلویزوره؟ چایتون اخوری سرطان مانید اینجا یک دم؟
زنک او زنک لبای مردک تینجه مردک به این پروقتی بخیر است انجام بخیر تشویش نشین من تاکسی خطی مایلچه‌ده روی کردم اومدن هستیم خیر اومده باشن بهترین زنک راستی گپ امروز کار بسیار بود باور که به هم خسته شدم باید همین هفته تموم میکردیم کارا آخری ماه بود جنبست میکردیم کتاب میکردیم یکی از سببی که مادر خونه مهمون میشه امروز زنگ زد که بچه هم مقصد شهر مهمونی اومدن یک کار خطی خونه تان میاد و همین خاطر مایلچه‌ده خیلی روی کردم گفتیم یک مادر جانم مهمون داری کنیم چی گفتی زنم؟ آخه همه آچه جانتون دی نرفته بودن همینجا دیگه دیدین سویتی بپول آبی بپول خانه گرم تلویزور کانسانیری بپول فش 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 گرمی هم میتید و البته هر روز آمده میگیرم چی دیگه بچه ندارم دیگه جا نمیرم فقط همینجا زنک آخه میگن که دل میکشه پا میرون دل میکشه پا میرون خیلی دیگه جا رو من شرط فقط پیش ما بیاین چی اینجا آسایشگاه است برای اون کس من مزم نیست سلامتیم خوب نیست خوش ندارم برای خوراک پختن شد خوراک نمیپزم تلفن کنی نبیاین من وقت و دماغی مهمان قبول کنی و مادر قبول کنی ندارم زنک فهمیدم همین اوقات کردن و وقتی نمیگیره نیم ساعت یا ساعت وقت میگیره من چخیر مادر از زنگ میزنم میگم که مادر جان زنی ما بیمار ای زنی ما خسته ای زنی ما خوراک تیار نمیکنه خونه من نیاد من چخیر گپ میزنم ایش مشکلی شما مشکلی من نیست زنک اگر مادرت زنگ میزد که خونت مهمونی میام میتونستی گفته که خونم نیام میتونستی گفته که من خسته ام میتونستی گفته که میل خوراک تیار کردن ندارم ها البته میتونستم بهترین ایدست که بیا مرحمت زنگ بزن او چند بود مرا زنگ زد دکار بودم زنگ زد بود بچه جون همی شهرده مهمون شدگیم یک کار قطعی اومدگیم اگر امکانیت باشه سری قدم خانه تون مهمون میشم من هم با یک عذاب و با یک مشقت با یک التماسو رئیس کارخانه اجازت گرفتم خرید کردم روی کردم اینا با خودم با دست خودم گرفتم آوردم که مادر را یک مهمانداری خوب کنیم و یک دسترخوانی که شد مادر را پیشواز بگیریم که در یک سال یک بار خانه مون میاد جرأتی زنگ زدن داشته باشی زنگ بزن بگو چه نیو کی دخترت خسته ای زنگ بزن رجب علی ایبرانی